سلام دوستان عزیز. امشب میخوام براتون یکی از قصه های کهن 1001 شب رو روایت کنم. قصه‌ای پر از رمز و راز، ماجرای گنج، دزدان و شجاعتی که فراموش نشدنیه. اینه داستان علی بابا و 40 دزد. در روزگاری دور در شهری پرهیاهو 2 برادر زندگی می‌کردند. قاسم ثروتمند و مغرور و علی بابا ساده و فقیر. هر روز علی بابا با تبرش به جنگل می‌رفت تا هیزم ببرد و نانی برای زن و بچه‌اش فراهم کند. خانه‌اش فقیرانه بود، اما دلش روشن بود. او هیچگاه از فقر شکایتی نداشت. یک روز که علی بابا مشغول بریدن هیزم بود، ناگهان صدای سم اسب‌ها بلند شد. علی بابا با شتاب پشت درختی پنهان شد. از میان درختان 40 سوار نقابدار پیدا شدند. قوی هیکل، شمشیر به دست و ترسناک. سرکردهشان جلو رفت و فریاد زد: باز شو ای سسمی! و ناگهان صخره شکافت و دری سنگی گشوده شد. همه یکی یکی وارد شدند. بارهای پر از طلا و نقره را درون غار گذاشتند و رفتند. علی بابا از شدت حیرت نفسش بند آمده بود. وقتی مطمئن شد کسی نیست، با ترس جلو رفت و همان جمله را تکرار کرد: باز شو ای سسمی! ناگهان در باز شد. چشم‌های علی بابا برق زد. کیسه های طلا، صندوق های جواهر و قالیچه های ابریشمی. در دل گفت: اگر اندکی بردارم کسی خبردار نمی شود. زن و بچه‌ام گرسنه‌اند. این چنین شد که چند کیسه کوچک پر کرد و با دلی لرزان به خانه بازگشت. اما خبر به گوش قاسم، برادر طماعش رسید. گفت: ای برادر، سهم مرا بده. علی بابای بیچاره ناچار راز را گفت. قاسم شتابان رفت و وارد غار شد و تا می توانست زر و جواهر برداشت، اما طمع او پایان نداشت. قاسم خواست بیرون بیاید که رمز را فراموش کرده بود. هرچه گفت باز شو ای، باز شو ای، هیچ دری باز نشد. ناگهان صدای سم اسب‌ها آمد. دزدان برگشته بودند. او را دیدند و فهمیدند که رازشان برملا شده. بیرحمانه جانش را گرفتند. از آن پس دزدان دانستند که کسی جز آنان راز غار را می داند. پس به جستجوی علی بابا برخاستند. یک شب سرکرده نقشه‌ای کشید. در هیئت بازرگانی با کاروانی از خمره ها به خانه علی بابا آمد و گفت: اینها همه روغن است. اما در حقیقت در هر خمره یکی از دزدان کمین کرده بود. اما مرجانه خدمتکار دانا و باهوش علی بابا شک کرد. شبانه به خمره ها گوش سپرد و صدای نفس کشیدن مردان را شنید. مرجانه بیدرنگ روغن را جوشاند و بر سر دزدان ریخت. فریادها خاموش شد. مدتی بعد
سرکرده در جامعه مهمان ناشناس بازگشت و در ضیافت می‌خواست که علی بابا را بکشد. مرجانه باز هم نقشش را فهمید. در میان جشن برخاست و خنجری نیز بر سینه‌اش فرو برد. و این چنین شد که همه چیز پایان یافت. علی بابا با شگفتی گفت: این مرجانه، تو فرشته نجات مایی. از آن پس علی بابا با خانواده‌اش در آرامش و بی‌نیازی زندگی کرد. و این بود قصه علی بابا و 40 دزد، یکی از حکایت‌های جاودانه 1001 شب.